السلام علیکم ورحمۃ الله. و علیکم السلام و رحمت الله. شیخ عزیز خوب هستید؟ الحمدلله خوب هستیم برادر، بفرمایید. شیخ ابی درباره وای گام میزدید درباره سوره بقره آیه 178 است کو باز حاضر می نمیتونم مسئله حاضر نمیتونم گوزد. در اون چی میگه؟ شما بگوید که من حاضر گوزده نمیتونم. این آیه همین مسئله که همین آدمایی که همین مثلا همین کارا رو کردگان هم باشون هم آیه دلیل کردگی هم آیه درباره قصاص بوده است. درباره قصاص یعنی در عوض زن در عوض مرد بله ببینید من فهمیدم. یعنی یعنی و با یک چیز دیگر که اما حضرت علی رضی الله عنه یک آدم میسوزونند که در اسلام سوزوندن ممکن است یک کسی سوزونده میکشند. بله یک کس نه یک جماعت کلونشون نمیشه. میسوزونند یعنی میگن مگر در حالت همین قصاص یعنی جایز است که یعنی زنم کشن یعنی برادر عزیزم، این مسئله خیلی علمی است. مسئله نازک است. این مسئله هر یک آدم عادی نیست. برای همین بله فهمتون برای خونید کوبید، لیکن زود در این مسئله قضاوت نکنید. یک مسئله دوم، حضرت علی یک مجموعه بزرگ به آتش سوزانیدن، نه من باب قصاص، من باب جزا که برای همین ابن عباس ابن عمر به حضرت علی مخالفت کردند. به حضرت علی گفتند که پیامبر گفتند که به آتش سوزانیدن درست نیست، گفتند لا يعذب بالنار الا ربنا. اما مسئله قصاص دیگر است. در تمام کتاب فقهی بینید اگر یک انسان دست یک انسان سوزاند مخصوص به قصد، حکومت اسلامی دو حالت دارد. قاضی یا دست همون انسان میسوزاند یا انسان سوخته شده میبخشد. مسئله قصاص معلوم است بله، اما قصاص دو حالت دارد. قصاصی که در زیر یک حکومت اسلامی می شود. مثلا یک حکومت است بماننده که در زمان پیامبر حکومت بود، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، دولت های اسلامی که بود، یک کسی را میکشت، حکومت قاضی میبرد اینا اثبات میکرد، بالاخره ترتیب و نظام های خود داشت، اگر عفو نشود بخش نشود قتل میکرد. نفس به نفس بود، دندان به دندان، دندانش کنید دندان تو میشکند، دستش کنید دست تو میشکند، آدم کشید کشته میشید اگر صاحبی همون میت شما را نبخشد. این عدل انسان است، این حیات است. ولکم فی القصاص حیاتون. الله میگه که ای مسلمان ها در قصاص حیات وجود دارد. اگر قصاص وجود نداشته باشد هر انسان هر کار میکند، جزا وجود نداشته باشد هر کس میکشد. این یکم نمود قصاص. قصاص دوم، قصاص هایی که حکومت از یک حکومت میگیرد. چگونه که امروز یک جماعت از یک دولت، از یک حکومت کافر یک حالت میگیرد، میگه که ما قصاص گرفتیم. در این حالت تمام کتاب‌های سیاست شرعی را نظر بکنید، تمام کتاب‌های سیاست شرعی را نظر بکنید. وقتی که یک حکومت اسلامی از یک حکومت کفری قصاص گرفتنی شد یا یک جماعت از یک حکومت کفری قصاص گرفتنی شد، یک بار نظر کند مصلحه و مفسده قصاصش رو، مصلحه و مفسده قصاصش رو. یعنی ببیند که انا همین روز اگر قصاص گیرد این حکومت کفار چی قدرت و چی توانایی دارد، بعد از قصاصی گرفتهش به بالای مسلمان ها چی میگوید؟ قصاص یک حکومت از یک حکومت دیگر، قصاص یک جماعت از یک جماعت دیگر، قصاص یک جماعت از یک حکومت کفری اگر قصاص گوید در زیر مصلحه و مفسده باید باشد. برای آنکه بعضا یک جماعت می رود از یک حکومت کافر قصاص میگیرد، این حکومت از نظر قوه، از نظر دسیسه، از نظر لشکر یا از نظر دیگر چیزها که قوی هست و در زیر این حکومت هم که مسلمان است، تو قصاص گرفتی، او این قصاص تو رو 100 مراتبه از تو، اگر از تو یک جماعت نگیرد از دیگر میلیون ها مسلمان میگیرد. تو اگر 100 نفر رو کشتی، 200 نفر رو کشتی، این حکومت
هزارها مسلمان را کشته ایستاده است به خاطر یک قصاص تو کنی است مصلحه مفسد. هیچ کس این کار نکرده است. حکمی که در قرآن است این کار نمیکند. لیکن آیت بعضی انسان ها میگن که در قرآن آمد تمام. بعضی آیت های قرآن به مصلحه و مفسده ربط دارد. من همین سخن را هم گویم بعضی تیز پرک ها به ما حکم تکفیر را گذاشتن که آیت قرآن را به مصلحه و مفسده ربط داده. بله الله مثلا در قرآن میگه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. ای مسلمان ها این آیت خطاب به مسلمان ها دشنام ندهید اون شخصانی رو که یدعون من دون الله غیر الله عبادت میکنند. یعنی مشرکین دشنام نکنید. برای چی؟ برای که فیسب الله عدوا بغیر علم. آنها از سبب اینکه جاهل هستند و مشرک هستند شما مشرکین دشنام تید. مشرکین میخیزد و الله دشنام تید. ما در علم اصول فقه قاعده داریم که نهیی که در قرآن است اصلش حرام است. امری که در قرآن است اصلش چی است؟ وجوب است. اما همین امری که در بعضی حالات امری که در قرآن است به سبب قرینه دلالت به وجوبیت نمیکرد بلکه مندوبیت میکرد. و این چنین بعض نهی ها در قرآن دلالت به حرام نمیکند. حرام مطلق نه بلکه به مصلحه میکند. یعنی حالت مصلحه را دیده. برای همین همه علما مفسرین میگن که اگر شما مشرکین را دشنام دادید و مشرکین خستند و الله را دشنام دادند مشرکین دشنام ندید. زیرا که به عوض دشنام شما نه الله دشنام میدید. شما سبب شدید که نه الله دشنام ندید. دشنام ندید مشرکین. اما اگر مشرکین دشنام دادید و اونها الله دشنام ندادند در این حالت درست است که مشرکین دشنام دادند. آیت قرآن لیکن مصلحه برابر. قصاصی که از یک حکومت به یک حکومت است از یک جماعت به یک جماعت است همش به قدرت ربط دارد. به قدرت این از باب مصلحه است. یک حکومت اسلامی باشد خیلی رنجیده باشد خیلی مثلا روس یا یک قوم دیگری اونها را عذاب داده باشد ضعیف است کوچک است خیزد و قصاص میگیریم گفت روس زند روس رود اونها را با بودش رو هم مثلا نابود کند. شما تاریخ یک بار ببینید منهج ببینید زمان هارون الرشید جنگ اموی ها جنگ عباسی ها به دولت رومی ها را ببینید. رومی ها به دو قسم تقسیم شدند ویزانتیه و غیره رو ببینید که سلف صالح چگونه معامله کردند. قصاصشون رو در بعض مسائل چگونه به تأخیر گذاشتند. یعنی به حالت قدرت و غیر قدرت نظر میکردند. اون زنی که وا معتصمه گفت و معتصم لشکر کشید برای که قدرت داشت پیش از همه قدرت است مصلحه است. ما این آیت این کار نمیکنیم. اگر این کار در حقیقت همینها در اساس قصاص کرده باشد مشکل اینجا است که تو قصاص تا گرفتی از تو گشته اونها با قصاص گرفته شده است. از شما از جماعت شما نباشد از دیگر مسلمان های بیچاره که به مانند اسیر هستند شما میگید که برای آن که اونها اسیر هستند اونها هجرت نکرد شما بگویید که به کجا هجرت کرد شما میگید به نزد ما تو به نزد شما رفتن در راه چقدر اونها باید بمیرند. یعنی راه یک راهی آزاد به نزد هیچ کس رفتن نه به فلسطین رفتن نه به اینجا رفتن نه به نزد طالبان نه به نزد شما هیچ کس آزاد رفتن نمیتواند. این گپا رو ماند به یک طرف. شما باید قبول کنید که هر انسانی که در امریکا هست در اروپا هست در روسیه هست در مصر و سعودی هست انسان عادی نمازخوان است این انسان مسلمان است. شما هر کاری که میکنید مصلحه این انسان ها را به این نوبت گیرید. قصاص میگیرید من نمیدونم قصاص نمیگیرید. تو قصاص گرفتی بعد از قصاص تو 100 نفر تو قصاص گرفته باشی اگر 1000 نفر 2000 نفر 10,000 نفر در روسیه میگیرن. حالا در تاجیکستان من نمیدونم چی شده است که در تاجیکستان هم گرفته شدن همین مسئله بشه. من میبینم که 10 نفر 20 نفر 30 نفر مثلا قتل میکنن علما رو نابود میکنن. این چه خیلی قصاص است. قصاص در حالت قدرت نیست مگر والله اعلم. جزاک الله خیرا. برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شیخ از الله بترس مایی که مرا قطع نکنی گپ میزنم فهمیدی جواب بده در مقابل گپای
البته تشکر میکنم. جزاک الله خیر که از الله ترس میگوی. حفظک سلام الله. علیکم و رحمت الله و برکاته. یک لحظه. حفظک الله. از الله ترس گفتن این سخن خوب است. الله سبحانه و تعالی ترس به هر دلی من شما جو بکند. خواهش من همین است که صدا را یک صدای عادی بکن برادر عزیزم. صدا را صدای عادی بکن. ان شاء الله به قدر استطاعت اگر جواب داده توانیم جواب میگیم. با آداب و با اخلاق صحبت بکن. تمام همین قضیه است. بسم الله بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. استاد الله شفاتون دهد. در ماه رمضان آمین. درختون هستیم. آمین. استاد یک چیز پرسیدنی ازم بعدی که این فتنه که در مسکو شد بسیاری همون اکم برادرها گم نگم از گروه ها خارج شدند، حتی زنها هم خیلی در حق همونو یک نصیحتی میکردید و ما چه خیلی زیق شویم یا خرسند شویم که الله صفای تازه کرده ایستاده است. همینه یک گپ میزدید. برادر عزیزم ما چی گپ بگوییم؟ ما حالت این بیچاره ها رو میفهمیم. ما میدانیم. ما چندین بار برادرهای بهترین خودمون رو به خاطر یک گروه، به خاطر یک رسم، به خاطر یک رسمی که در همینجا آدم ها گذاشته می آیند که نمیشه. مثلا هر کس رسمی هر خیلی میاد. بعضی ها رسم های مثلا یراق و اسلحه میمون. به خاطر همین 15 سال 20 سال ترمه کردن. در تاجیکستان هم در روسیه هم این مردم بیچاره مسلمان موحدی که شب و روز در حالت تفتیش حال و گرفتار هستند. خانه به خانه در رسی خانه های مسلمان رو روس ها در آمده، درهایش رو شکسته، لطکوب کرده، زنش رو مردش رو به احترامانه ظلم کرده. تلفن های اونها رو سنجیده شده است. بله اونها از گروه ها بر آمدن. ما اونها رو نمیگیم که شما ترسو هستید. خوب کردن بر آمدن. چیکار کنن؟ نبرند از گروه. اونها رو قپت برد بعد 10 سال به خاطر همین یک کانال تلگرام است نمیدونم به خاطر یک گروه هست برای محکم به زندان کنه. در زندان روس، در زندان این کفار، در زندان بخصوص روسیه و تاجیکستان هر قدمش هر ساعتش قریب که کفر است. مجبورت میکند که تو کار بکنی به اونها. مجبورت میکند که تو به خودت یک پرچم کفری را بگیری. مجبورت میکند که ضد مسلمان ها یگان سخن بکنی. مجبورت میکند که صف اول برای به جنگ اونها روی موری. هر صفش کفر است. برای همین ما برعکس میگیم که برادران و خواهرانی که در روسیه هستید و از انمین حالتهای وزنین گذشته شدید، تمام کانال ها را پاک کنید، یک وقت صبر کنید، به ذکر، به دعا، به عبادت مشغول باشید. هیچ گپ نیست. یک موقتا تعلیم نگرفتن علم، یک ماه دو ماه موقتا صبر کردن، موقتا به ذکر و عبادت و دعا سخت مشغول شده. تلاوت قرآن کنید. قرآن همیشه همراه شماست. قرآن تلاوت کنید، نماز خونید، ذکر کرده همیشه بگرده. ان شاء الله تنجی و آرامی که شد بو میدارید، بو درس ادامه میدید. اما نصیحت ما دوامش این است که سخت نترسید که ترس سخت آدم از دین بیرون میگیرد. ترس سخت به کفر شرک میبرد. ترسی که طبیعی نیست و از طبیعی بالا میشود عبادت است. ترس عبادت رو بغیر الله انجام دادن کفر است. الله میگوید ولا تخشوا الناس واخشونی، از مردم نترسید، از من ترسید. ولا تخافوهم، از اونها نترسید. هر کاری که کردی در تقدیرت بوده رو میبینی. احتیاط، ترسی که کردی ترسیدی از بحر دینت گذشتی، عمری تو را این ترس دراز نمیکند. شجاعت و غیرتی که کردی دینت آموختی، عمری تو را کوتاه نمیکند. ترس عمرت دراز نمیکند. شجاعت و غیرت عمرت کوتاه نمیکند. نترسی جوان مسلمان موحد، بله زیرک باش، بله احتیاط باش، اما ترسی که شدید است، ترسی که از دینت تو را میگرداند، ترسی که خدمت به کفار مشرکین میکنی، ترسی که موالات به کفار مشرکین به تو میبرد، این کفر است. این ترس ترک. اما موقتا احتیاط کردن، سکوت کردن، خود به دست کفار ندادن، از اسیر شدن به دست اونها احتیاط شدن باقی ندارد. والله اعلم. یا الله جزای خیرتون دهد. استاد برای همون چیزی که مسلمان ما نو از توحید آگاه شده ایستاده بودن و در بالای همین فتنه با این فتنه نوی که بعضی گروه ها نام های گروه ها گرفته میشد که مردم از همین هم ترسو هستن. اگر امکان باشد همین گروه ها تماما جوابش دادید، دیگر همین چیز نباشد بود.
خوبتر میشد میگم. تمام بهترین ما این گفتیم که همین روز آخرین روز است ان شاء الله که ما دیگر در این مسائل ما وظیفه‌ای که داشتیم مسئولیتی که داشتیم همچون یک طالب ما مسئولیتم به قدر استطاعتم انجام دادم من دیگر از این بعد به درس به کار خودم مشغول میشم. بله بفرمایید کسی میخواد صحبت بکنه؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اهلا و سهلا شیخ خوبید؟ سلامتی خوب است؟ الله حسن کند. الحمدلله برادر جزاک الله خیر. یک برادر شاید از اینجا باشن یک سوال کردن از ما نو درس میکنیم گفتیم اینجا باشید خودشون اینجا باشن باب میشنون سوال کردند و سوال درباره همین بود که دشنام دادن مسجد. ولی من بعضی قول ها رو نظر کردم که مقصد تکفیر میکنند لیکن به هر حال بازم یک خودتون یعنی وسیع‌تر میفهموندید. بارک الله فیک. بارك الله فيك. الله سبحانه وتعالى میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد. مسجد از آن الله هست، مسجد خانه الله هست، در این مسجد غیر الله دعا نکنید. همه میداند که این مسجد عبادتگاه الله است. مسجد یک تو پرستی است. مسجد خانه الله است. مسجد بیتی است که الله دوست دارد. مسجد شعار اسلام است. یکی از مقدسات شعار اسلام است. کسی که بیاد شعار اسلام دیده معرفت الحال و همه حالت دانسته مسجد دانسته قدر و قیمت و منزلتش در اسلام فهمیده دانسته لیکن مسجد دشنام میکند البته که این به کفر واقع میشه، به کفر اکبر واقع شد، کفر میشه. در نواقض الاسلام من ابغض شیئا مما جاء به النبی صلی الله علیه و سلم کفر داخل میشد. هر کسی که بد ببیند چیزی از آورده رسول الله را کافر میشد. مسجد آورده رسول الله است. غیر از دین رسول الله صلی الله علیه و سلم در دیگر دین ها همچنین مسجد با همچنین احکام نبود. مسجد از جانب وحی الله است. مسجد به امر الله حکم مسجدی را گرفت. نام مسجد را الله مسجد گذاشت. پیامبر این مسجد به وحی آورد. هر کسی که بد ببیند دشنام کرد کافر است. الله اعلم. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شوخی بخشی باشید. حوالتون خوب. الله حفظتون کنه. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد یک سوال دو سوال داشتم اگر اجازه بدید. یکی سوالی که آدم وقتی که قامت میگم ملایمون تکبیر میشه و جس برای فوتیه را خونده سر به همون حالت میشه سیوکه میگیره دندونشو میکنم سیوکه میگیره دوخی میزنه هم خیلی تا سوری فوتیه تو تمام شده دیگه کارو را میکنه بعد تکبیر میشه. حالت همین آدم همین طوری است یا نه؟ این مخالف به سنت رسول الله است صلی الله علیه و سلم. رسول الله تعلیم دادن که من حدیث حالا یک بار از ذهنم پرید لفظ عربیش توجیه شد به خاطرم. بله پیامبر صلی الله علیه و گفتن که تکبیرة الاولى خیر من الدنیا و ما فیها. تکبیره اولا، تکبیری اول، تکبیری این تحریمه که است همراه امام الله اکبر گفتن بهتر از این دنیا و همه اون چیزی که در دنیا است. سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم در تعلیم صحابگان این چنین بود که تکبیر نماز رو همراه امام باید بگید. وقتی که امام الله اکبر گفت شما باید الله اکبر بگید. اما بعضی ها به وسوسه های شیطان گرفتار میشن. امام الله اکبر گفت مقتدی دارد مسواک کرده میایستد به خودش بوی های خوش میزند همین خیلی حرکت های بیجا. امام به سوره فاتحه رود بعد الله اکبر گفت. این غلط است. امام الله اکبر گفت تو باید امام با الله اکبر بگی. انما جعل الامام لیتم به الصلاه. اقتداء از امام واجب است. بله بارک الله فیک. استاد جزاک الله خیرا. الله شما رو دوست. سوال دوم اگه سوال بدونید چی یکی گپش مو کم طرف ما مخصوصا شده با چند کل دیگه همش موی گفته کن جا توجیه مرا کشم مقصد کم طرف امیر اگه خیلی دیگه خیلی گفته مثلا مقصد چه کرد
شما بول میره توغری فهمیده بعضی بچه‌ها نفهم چی میگن گفتم ما من چی گفتم که در شما اون با من وقت کنید؟ نه در اونجا گفته که مقصد تاجیکو بعدش مرا قشنگ گام میترسن مقصد روشون یک طرف میکنن در همون وای که ردیای برادر جدیدی صدای شما خیلی بیزه بس که من نفهمیده استم همین به منم کمی راه کنید یک توضیح تر واضح تر صحبت کنید غلا غله می چی بلو هست همین آزاد صحبت کردن نمیخواهید ما به کمتر راه کردن نمیخواهید چی گفتین بگوین یک آدم برین یک توضیح تر کرده گپ زنین و دو به اخلاق کتید فهمید آواز خوش رفته است استاد حضور زیاد بله گپ می‌کنه. زنین چی می‌خواهید؟ بله در من اون وقت گپش فهمیدم شیخ یک دقیقه کی ابو سومه بله شیخ گپشونم خیلی کی شیخ گپشونم خیلی بود کی بله یعنی بعضی توجیکوی هستند که یعنی رحم دیلیشون به درجه هست که حتی از رحم یک مرغ هم یعنی یک مرغ هم نمیکشن یعنی به یک مرغ هم ضرر نمیرسون معنی یک گپی که میگوی همین بود همینه گفته شده یا بسوم همین میگود یک بله فهم میده بله استاد بله همین هم مقصد کم تر ما شاید نیتو فهمیدیم برای میخواستیم کم تر نه به شما حضور گفتید به ما میگذاریم معقول نشد کمتر دیگر تر کردم گپ زنید دوون بوره شرم نداشته اومده از یک طالب علم اهل سنت و جماعت منبع یا ما به گپ شما کمتر معقول شد یا نشد دیگر خیلی گپ زنید گفتگی گپ شرم داره شد این کارو نکنید شما نه استاد عذر زیاد میخوام شاید ما کم تر نیتو مراجعه کردم یعنی مقصد همین بعد از همون نیتو این برادر عزیزم آداب و اخلاق و صحبت کردن این است که آدم در وقت جمله را شروع کردن نه گفته شروع نمیکنه از همه بی‌ادبی سختی برادرهای تاجیکستانی ما همین است من 100 مرتبه در ایما گفته بودم که نه گفته گپ سر نکنید بعضی حالت این کفر است بعضی حالت ما آیت میگیم حدیث میگیم شما برین برادرها نه گفته سر میکنید این کار که سر کردن یک عرف عادتی بدی ما شما است نه ها گجا این گپ نه با تکرار میکنم بله ما برادرهای داریم موحدای داریم اینا برین براءت کننده از مشرکین نیست اینا برین موالات کننده بر مسلمین نیست اما ظلم نمیخوان حتی انا همین در بریدن گردنی ذبح کردن گوسفند ذبح کردن شتور ذبح کردن مرغ هم میخوان که رحم کنند نمیخوان که عذابی همون بینند پیامبر صلی الله علیه و سلم مگر شجاعت ترین ما نبود پیامبر صلی الله علیه و سلم شجاعت ترین شجاعتمندان روی عالم نبود امام شجاعان نبود لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که رحم به حیوان کنید پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که وقتی که حیوان ذبح میکنید فلیرح ذبیحته ولیوحد شفرته ولیرح ذبیحته کردت تیز کن کشندت برحم کش مقصد سخنی من این بود که ما برادران داریم موحدان داریم اینقدر موحدین صادقین اینقدر براءت دارنده به کفار و مشرکین موالات کننده بر مسلمین لیکن اینقدر رحم دارند که حتی به بالای یک بز و گوسفند و خر و اسب و مرغ ظلم کردن و خونی همین ناحق ریزوندن نمیخواد مقصد گپ من این بود تو به معقول است نیست و کورتو است کمتر دیگر خیل کرده گپ زنید گپ نمیزنم معقولت نباشد کار میکنی بکن من مشهور شدنم نمیخوام جماعت ساختنم نمیخوام یگون حزبم ندارم چیزی بیدگی را گفتم داریم یا نداریم من خودم چند برادر موحد دیدم در عید قربان در وقتی که ما در حج میکردیم ایمانی وای از ایمان من قوی علمی وای از علم من قوی شجاعتش از من قوی تر هیچ وقت در رو بروی باطل سرش خم نمیکند دندان کفار مشرکین نمیشکند تو چهریش مینگری میترسی چهریش مینگری زمین مینگری اینقدر قوی چهرش هیبت دارد لیکن میگفت که برادر عزیزم بیا همین قربانی مرا تو بکن بسم الله بکن از نام من کمی در همین درونی همین بزرگ گوسفندها در اومدن خیلی که نتوانسته شدم به سبب این نیکی این کردنش درست نیست در اونجا کمتر حالتهای گوناگون میشد در حج ذبح کردن مثل ذبحهای عادی نیست یعنی ما چخیل یک گوسفند اگر یک کس کشد چخیل به آداب و اخلاق در اونجا صدها هزارها گوسفند که کشته میشد کمتر ساده تر و عادی تر که بود بعضی برادرها
به بعضی حالتها کمی رحمشون می اومد. چی جای بدی دارد؟ بله ما داریم. الله المستعان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاک الله خیر استاد. عذر زیاد بارک الله میخوایم. فیکم. خیر کمتر طرز گپ زدنمون هم تو بشه عذر میخوایم. میدم جوگیت برگشتیم استاد. البته که شما استاد هستید، البته که از شما تربیت گرفتید، عبرت گرفتید، در حال همه جا طوری نشد از حرکت داریم استاد. شاید کجای در تو گپ زنید نه این عذر میخوایم استاد. البته که نحرمتی کردنی نبوده مگر هم خیلیش نباشد. تمام برادرایی که اینجا هستن بخشایش برادر گپ زیاد نکنین. تمام فهمو. گپ زیاد شرط نیست. من اصلا گپ شما رو نفهمیدم. الله شما رو هم حس کنه راضی باشد. میکروفونتون من صداتون نمیفهمم. شرط نیست. آداب اخلاق یاد بگیرید. برادرای توجیکم یا برادر عالم طالب علم اومده تو باید من میخواستگی برین گپ زنین نگویید. تو به ما میخواستگی ما گپ میزنین نگویید. نه به خواستی یگان نفری تو، نه به خواستی جماعتت، نه به خواستی نمیدونم قوادارت و غیرت. یگان نفرت خواست که شخصا من صحبت نمیکنم. میخواهی نمیخواهی تکفیر میکنی، تهمت میکنی، چیکار بخوای بکن. هر چیزی که در قرآن و سنت است با فهم سلفی اومد گفته میشد. میخواهی نمیخواهی تو به معقول است نیست رب کارت. این کار تو است. بیادابی را میری دیگر کس رو میکنی. این صوفی است که کمتر مبلغش میتی شکمی دمش به هاپ منهج دیگر میکنه. تو حاضر قرات میکرد بسم الله الرحمن الرحیم طرفی تو رو میگه. این ناظری است. به خاطر چرت جماعت و چرت شاگرد پیدا کردن 2 دقیقه به شریک تو دوست تو میشه دو گپ دیگر میشه. این خیلی نیست. طالب علم اهل سنت خیلی نیست. چیزی که قرآن سنت به هست نبودگیش نیست. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. و علیکم السلام و رحمت الله. شيخ الله يستر الله شما شکوی کامل واجب نسبت بگردونه. شيخ سوال شما این است که ما 2 روز پیش شیخ روزدار بودم مسواک میکردم که یک شخص گفت هم تا با آواز بالا گفت مسواک نکن که مثلا روزت میشکنه. گفتم که پیامبر صلی الله علیه و سلم در رمضان و غیر رمضان مسواک میکردن و بعد گفت که ما دیروز یک دنگلو رو کش کردیم. گفت که هر کسی اگر مسواک بکند و امو مسواک آبش اگر مقصد فرو برد و کسیله های وزنی دچار می شود. بعد ما گفتیم که دنگلو کرد. بعد وقتی که در یوتیوب مقصد می نویسیم کی بوده است معین الدین صوفی شیخ. در این باره شیخ اگر اجازه میشید یک صحبت میکنیم. برادر عزیزم مسواک آبش کسی فرو برد به کسلی گرفتار می شود گفته است. بله امو مولوی معین الدین صوفی گفته است که هر کسی آب مسواک اگر فرو میبرد استفاده برد. برادر عزیزم تکرار نکنید. من سوال دادم. اگر همین سوال من درست باشد بله گوید تمام اختصار کنید. بله تمام. چی لازم است گشته بو گاو زدن. الله هستم تمام شد. مسئله مسواک بله حدیثی است. حدیثی است که پیامبر صلی الله علیه و آله کان یستاکو فی رمضان و فی غیره. پیامبر صلی الله علیه و آله در رمضان و غیر رمضان کان النبی صلی الله علیه و آله یستاکو و هو صائم. پیامبر صلی الله علیه و آله مسواک میکردند در حالتی که روزه دار بودند. و این سنت است. سنت محجوره است. مسواک بالعموم سنت محجوره شده. مسلمان ها فراموش کردند. جوری مسلمان ها به اهمیتی در سنت مسواک میکنند. ولیکن مسواک در حالت روزداری این باز یک سنت سخت محجوره شده است. سنت سختی شده ترک کرده شده است. بارک الله فیکم. برای من این سنت است. اما در مسئله یک لحظه برادر عزیز. اما در مسئله آب مسواک رو فرو بردن یعنی خوردن و نوشیدن، یعنی وقتی که دهان رو تازه میکنید همون آب به وجود میاد. در این مسئله بله علما گپای گوناگون زده است. محمد مختار شنقیطی در شرح کتاب موطأ وقتی که در مدینه منوره بوده میگفت که آب مسواک رو در اول وقتی که دندان اول یکم بار همین روز تازه کنید به بیرون میاندازید بهتر است، زیرا که سیرک دندان که تازه شد یک بار بیرون میاندازید. اما باقی مانده آب مسواک رو بعد از اینکه یک بار دندانتون تازه شد دهانتون تازه شد آب رو بیرون انداختید بعد از این دیگر دوام مسواک رو آب مسواک رو خوردن برست.
این آب مسواک چی دارد؟ به انسان فایده دارد. بارک الله فیک. جزاك الله خيرا شيخ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله وبرکاته. شیخ صاحب بزرگوار یک دو تا سوال داشتم اگه را پاسخ دهی خیلی ممنون ما میشم. بزرگوار نیستیم برادر، یک طالب علم اهل سنت هستیم. بفرمایید. سوال داشتم در رابطه به سال نو. کسی از مسلمانان این سال نو را تجلیل میکنن؟ السلام علیکم. اسلام در این رابطه چی گفتنی داره؟ کسی که ایدهای کفار رو تجلیل میگیرد، ابن تیمیه رحمه الله کتاب نوشتند اقتضاء صراط المستقیم در مسئله همون عید. تشبیه به کفار است، یکی از گناه ها است، گناه های کبیر است. توبه کنند. بارک الله فیک. السلام کسی علیکم و عید رحمت الله را و برکاته. سوال داشتم. انمی یک نفر سوالم ابو تمام نشد، عمر. یک سوال دیگه سوالم این است که ما زندگی میکنیم، در جایی که ما زندگی میکنیم بوده مردم تحمیلی است که باید که ویتر را با دو برادر عزیزم، الله همه شما را حفظ بکند، به شما برکت بدهد. جزاکم الله خیر و بارک الله فیکم. برادر مواظب ابو بود حلیمه، که در برادر ابو حلیمه، ابو عمر حنبلی، بله شیخ. خواندن جواب شما بذارید. موج خوب. ابو عمر، شما چی ندارین؟ اینا چی میگن به زبان فارسی؟ موج چی میگفتن؟ حالا یک بار از ذهنم رفت. شبکه. ابو عمر، شبکه شما خوب نیست. از همین جهت صحبت شما را اصلا فهم نشد. ابو حلیمه، شیخ ابو حلیمه حفظک الله، اگر به برادرها سوال جواب میکردید، یک صحبت میکردید، بهتر میشد. جزاک الله خیر. کم نیستند، یک کمی. من و یک بار جزاک خوب الله میشه. خیر. سلام علیکم. شیخ صاحب و سوال علیکم دیگه